آلما جان، میبینم که اولا دوره میفاسولاسی رو توی شکل کلاویه پیانو رنگ‌آمیزی کردیم. همونجور که گفتم جدا جدا. درود بر تو. آفرین. توی آقای فا ما، حالا من یه شکلی اونجا برای شما کشیدم. ما چند تا خط حامل داریم؟ 5 تا خط. پس 5 تا نوت هم روی خطا میتونه قرار بگیره. بله. خب چند تا نوت بین خط داریم؟ اونجا من کشیدم برات 4 تا. 4 تا. مرسی. خب اون شکلی که کشیدم شبیه خونه بود دیگه. چند تا طبقه داشت؟ 4 تا. باریکلا. حالا آقای فا بچه ها فکر میکنن این مقداری سخته. اصلا سخت نیست. یه روش خیلی ساده من میگم، شما همون رو انجام میدی، بالاخره یه روزی حفظ میشی. نه که بشینی حفظ کنی دو جاش کجاست، سه جاش کجاست. نه، میشماریم، با تکرارش شما یاد میگیری. به همین 5 تا خط داریم. چند تا انگشت؟ 5 تا انگشت. دست چپ برای آقای فا، دست راست هم برای خانم سول. حالا شما فکر کن اینجا دستت ساعت هست، میخوای دستو بیاری بالا ببینی ساعت چنده. مرسی. خب دست باز. آفرین. چند تا انگشت داریم؟ 5. خطای حامل همونجوری که داری به دستات نگاه میکنی گوشت با من باشه. خطوط حامل از پایین به بالا بود یا بالا به پایین؟ از پایین به بالا. 1 2 3 4 5. مثل در انگشتای شما نیست؟ چرا؟ آفرین. میشه 1 2 3 4 5. و طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم و طبقه چهارم. نوت دو توی آقای فا طبقه دومه. نوت دو طبقه جفتش دوه. حالا اون اسم این شماره است، اون نوت دوه، این شماره دوه، طبقه شماره دوه. همه اینا رو گفتم به اینجا برسیم. من از شما میپرسم که نوتی که روی خط 4 آقای فا باشه میدونی؟ نمیدونی که. چی میشه؟ اینجوری حساب کن. بشمار. از 2 شروع کن تا به خط 4 برسی. 2 ره می فا. اسمش چی شد؟ فا. بزن.